السلام علیکم و رحمت الله. دوستان عزیز، امروز با یکی از سوال‌های به نظر بنده خیلی مهم انشاءالله جواب میدهیم. یکی از خواهرها پرسیده میگویند سوال همین که من در یک بیمارخانه به حیث همشیره کار میکنم. راستی ما در یک روز چندین مردها را از پشت اوکال میکنیم، با آنها گفتگو میکنیم، دستشان را کاپل میمونیم به حجاب. آیا همین پولی که ما میگیریم حلال است؟ بله، متاسفانه امروز در بیمارخانه‌های ما و شما، حتی در بیمارخانه‌های تمام سراسر جهان، همین مصیبت پهن شده است که در بیمارخانه‌ها همشیره شفقت مرد وجود ندارد یا خیلی کم است، یا مردها را زنها همشیره شفقت مدسسترهای زنها سوزاندارو میکنند، اوکال میکنند، کاپل میمونند. متاسفانه و بدانید که خواهر عزیز و آن زنهایی که در بیمارخانه ها به حیث طبیب، دکتر و به حیث همشیره شده کار میکنید، کار و فعالیت میکنید، اصلا هر کاری که حرام است، مبلغی که از آن کار میگیرید آن هم حرام میشود، و هر کاری که حلال است، پاکیزه است، مبلغی که معاشی که از آن میگیرید آن هم حلال میشود. و همشیره هایی که امروز مردهای نامحرم را مخصوصا تصور کنید، کشف عورت می شود، عورتش گشاده می شود و چشم زن به آن می فراید که این البته موافق شریعت ما و شما درست نیست. متاسفانه امروز شریعت را در داخل مسجد یا در سر جنازه و قبرستان و در فاتحه خوانی و تنها در همین چیز متاسفانه می دانند. البته این نادرست است و این یک خطاگی و مشکلی خیلی بزرگ است، مصیبت است واقعا برای ما و شما. اسلام ما و شما در برگیرنده و فراگیرنده تمام حیات ما و شما است. الله تعالی می فرماید قل ان صلاتي و نسکی و محیای و مماتی لله رب العالمین. بگو که نماز من، روزه من، تمام عملهایی که من میکنم، حتی محیای و مماتی، زندگی من و مردن من، لله رب العالمین، به خاطر الله تعالی است و با موافق رضایت الله تعالی باید باشد. هر آن عملی که الله تعالی از آن راضی می شود و خوشنود می گردد آن عبادت حساب می شود و موافق شریعت درست است و کسب ما و شما حلال می شود. و هر عملی که الله تعالی از آن خوشنود نمی شود و آن را حرام گردانیده است، هر تینه که هر سومه که ما به طریق همون کار میابیم به دست میبریم حرام میشود. الله تعالی آشکار و واضح در سوره نور آیت 31 به تمام زنها چنین گفته است و قل للمؤمنات یغضضن من ابصارهن و یحفظن فروجهن. بگویید ای پیامبر صلی الله علیه وسلم، بگویید به زنان مؤمن که چشمان خود را از مردان نامحرم نگاه دارند، حفظ کنند و همچنین شرمگاه خود را حفظ کنند، زیرا اینکه چشم وسیله چی می شود؟ وسیله زنا، راه به طریق به زنا می شود. بنابراین الله تعالی هر کار و هر عملی که عاقبتش نعوذ بالله زنا می شود آن را حرام گردانید و همچنین نگاه کردن به مردهای نامحرم را الله تعالی حرام گردانید. زنهایی که امروز با چشماشون به عورت مرد نامحرم میافتند حرام است و هر مبلغی که به دست میبرند آن هم موافق همین حرام میشود. و البته باز تاکید میکنیم که ما نه طب را و نه طبابت را و نه همشیرگی را حرام نمیگوییم. تنها گفتنی هستیم که زنها باید زنها را معالجه کنند و مردها باید مردها را معالجه کنند. برای چی امروز نبیرگان ابن سینا همشیره های شفقت جوانها را، مردها را ندارند؟ ما که دعوا داریم که نسل ابن سینا هستیم، نفری که قانون طب را چیکار کرده است، اساسگذار قانون طب است. ما دعوای این را مگر نداریم؟ البته برای چی امروز جوانهای ما از این عملی که پیامبر صلی الله علیه و سلم فرمودند بهترین مردم همانه که به مردم نفعش، فایدهش زیاد میرسد
برای چی ما به این حدیث عمل کرده جوانها رو امروز ترغیب و تشویق نمیکنیم؟ باید جوانهای ما هم طبیبان ماهر باشند و همچنین همشیره شفقت میدبرد باید ما داشته باشیم. بیمارخانه های ما هم قسم زنانه باید باشه هم قسم مردانه باشه. و چنانه که گفتیم ما طبابت و یا یاری تجلی یا این چیزها رو من نمیکنیم. این چیزها باید و حتما باشد در جامعه اسلامی. و چنانه که در دوران پیامبر صلی الله علیه و سلم بود. در صحیح بخاری روایت شده است که ربیع بنت معوذ رضی الله عنها روایت میکنند، در صحیح بخاری آمده است، میگویند که کنا مع النبی صلی الله علیه و سلم نسقی و نداوی الجرح و نرد القتل الى المدینه. ربیع صحابه زن رضی الله عنها میگویند که ما در دوران پیامبر صلی الله علیه و سلم همراه پیامبر صلی الله علیه و سلم و همراه شوهرانمان همراه محرمانمان ما وقتی جنگ میشد به جنگ میرفتیم و نسقی کنا نسقی آب میدادیم، یعنی یاری میدادیم. هر آن کارهایی که به زنها وابستگی دارد از زنها وابستگی دارد آن کارها را میکردیم و همچنین چیکار میکردیم و نداوی الجرح آنهایی که جراحت میبرداشتند آنها را معالجه میکردیم و همچنین نرد القتل الى المدینه آنهایی که شهید میشدند میمردند آنها را چیکار میکردیم؟ به مدینه میفرستادیم. و در شرح همین حدیث علامه حافظ ابن حجر عسقلانی رحمت الله علیه میگویند فيه جواز معالجه المرأة الاجنبیه الرجل الاجنبی للضروره. در این حدیث جایز بودن معالجه کردن زن مرد را ما فهمیده میتوانیم به شرطی که للضروره در حالت خاص ضرورت باشد. و امام نووی همین ضرورت را میگویند که و هذه المداوات لمحارمهن و ازواجهن و ما كان منها لغيرهم لا يكون فيه مس بشرة الا موضع الحاجة في حال ضرورة الحرب. میگویند که این ضرورت در حالت جنگ است و همچنین برای معالجه کردن محرمان میرفتند. آنها آن زنهایی که همراه پیامبر صلی الله علیه و سلم میرفتند همراه محرماشون یعنی شوهر یا پدر برادرشون میرفتند و شوهران خود را معالجه میکردند. اگر زخمی شدند جراحت برداشتند آنها را معالجه میکردند. میگویند اگر بیگانه باشد دستاشون با آنها نمیرسید یا خیلی در حالت ضرورت یعنی در حالت جنگ حالتی که میمرد در این حالت درست است. اما در حالتی که در بیمارخانه تنها همشیره شفقت زنانه باشد و مرد نباشد هر کسی خواهد کی وقت خواهد رود و چنانه که در سوال آمده است میبخشید از قفاش یا از همون جاهای عورت چیکار کند به حاجت و به حاجت آنها را سوزندارو ماند و کال کند و چی کند. این البته نادرست است و گناهکار میشه. بنابراین الله تعالی را دعا کنیم که الله تعالی هر یک قدمی که ما و شما میگذاریم خالص از برای رضایت الله تعالی باشد. حیات ما و شما را الله تعالی موافق گفته های خودش و گفته های و تعلیمات پیامبر صلی الله علیه و سلم بگرداند. تا نوار آینده الله نگهبان.